و این علمی هم که اینجا میبینین تمام داستان سیاوش هستش و این هم اسب سیاوش هست شبرنگ که نماد اونه که همیشه یارش بود و این نشان ماه و ستاره هم گفته میشه از نشانهای سیاوش هستش و در اینجا رسم بوده در همین بخارا که در این روز سیاوشان به جای سیاوش خروسی رو قربانی میکردن. به همین خاطر ما خروسایی رو روی این علم داریم. تصور میشه این درفش ها بودن و این عزاداری برای سربازان و کشته شدگان و عزیزان که به تدریج تا پس از اسلام شد اون چه که میبینیم در عزاداری و تعزیه. این همون لاله هایی که میگن از خون سیاوش رویده و اینا تمام داستان سیاوش و سودابه است. از شاهنامه گرفته شده، خطاطی شده و این قسمت هم قسمتیه که دسیسه میکنن و میکشنش. در ضمن رنگ سیاه که منم مخصوصا پوشیدم رنگیه که به سیاوش منسوبش میکنن، چون اصلا سیاوش یعنی سیافخش، یعنی سیاه نما، چون همه اصلا رنگ سیاه میگن حتی در عزاداری قدیم نبوده. به خاطر سیاوشان ما شروع کردیم سیاه پوشیدن و وقتی که سیاوش از آتش میگذره اسبش و خودش یک رنگ میشن و آتش هم سرخه و جالبش همینه که اینو یاد چهارشنبه سوری و پیروز آتش افروز میندازه که به اسم حاجی فیروز الان معروفه.